برادران عزیز، خواهران گرامی، آخرای ماه شعبان یکی از اصحاب امام رضا به نام اباسلط خدمت امام رضا رسید. امام رضا علیه السلام 10 توصیه بهش کرد. فرمود اباسلط اکثر من الدعا، دعا خیلی بخون. و الاستغفار، استغفار اصلا استغفار میدونید شوینده است، مثل کارواش ماشین میمونه. شما ماشین رو گاهگاهی نمیشوری. در روایت داریم از خود آقا امام رضا، از امیرالمومنین، روایت متعدد که استغفار افضل دعاست. اینم دوم. سوم و تلاوت القرآن. اباسلط در باقی مانده ماه سومین کاری که انجام میدی تلاوت قرآن است. چهارم توب الی الله من ذنوبک، از گناهات توبه کن. نذار با گناه وارد ماه رمضان بشی، نذار با گناه استقبال میهمانی الهی بری، از گناه توبه کن. پنجم، من خواهشم اینه این 3-4 تا رو بیشتر دقت کنید. ولا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتها. اینا وظایف مردم از زبان امام رضاست، مال همین 4-5 روز، همین روزایی که الان درش قرار داریم. فرمودن ولا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتها. اگر امانتی به گردنت هست قبل از ورود به ماه رمضان بپرداز. بعدیش ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته. ابازر اگر کینه ای از کسی تو دلته، من نمیگم کینه ای از امریکا، نه اون باید باشه، اون دشمن بزرگه. کینه ای از بنی امیه، از قاتلان، این اصلا کینه اسمش نیست. در روایات داریم قلبی که توش کینه مؤمن باشه اون آدم وارد بهشت نمیشه. ولا ذنبا الا قلعت عنه. اباسلط هفتمین توصیه اینه اگر گناهی داری ازش جدا شو. این غیر از توبه است، این غیر از توبه است. توبه یعنی استغفار. ولا ذنبا الا اقلعت عنه یعنی یه عادت غلطی اگه تو زندگیته قبل ماه رمضان خدایی بذار کنار. 8 تقوا داشته باش. 9 اباسلط توکلت بر خدا باشه. اما آخرین جمله که شما هم با من انشاءالله زمزمه خواهید کرد و بحثم رو تمام میکنم، فرمود و اکثر من ان تقول. اباسلط این چند روزه این دعا رو خیلی بخون، خیلی بخون. تو قنوت دالا من میگم، تو رکعت سجده آخر، توی حرم، هر کجا. اکثر من ان تقول، زیاد بگو. که اون دعا رو منم میگم برای شما، از قول امام رضاست. اللهم ان لم تکن غفرت فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه. یعنی خدایا اگر تا امروز از ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، در بقیه ماه ما رو ببخش و بیامرز.